سلام بچه، اومدیم واسه یه پارت دیگه هم ماینکرافت. خب این که اسمش باراه، این سگمونه، نه اسم سگمون باراه، اسم اینم چی کپیه. خب بریم اول یه گوش جمع کنیم بچه. این ویدیو میخواد طولانی شه، لطفا حمایت کنید و لایک ویدیو و ساب چنل منم یادتون نره. کجا میری گوسفند؟ خب که نمیره. خب بریم به سرعت برخواد بزن بریم به اونجا. خب اینو یه دونه بزنه سگم وحشی میشه میره بگیرتش. گوربام نمیره بگیره. وای چه کوکولیه چه باباجی چی خوشگله. خیلی بچه ماینکرافت ما رو خوشگل کرده، مخصوصا جوجه، بچه جوجه رو، یعنی بچه مرغ، یعنی همون جوجه، همون بگیم جوجه خیلی خوب تره. حالا چون میخواییم اینجا رو بزرگتر کنیم، نیست که افار. خب ما میاریم این ورتر، ببینید فارم اینجاست، میزنیم میاریم. گروه بیا این ور میخوره بهت جیغ میزنیم. سگ تو هم بیا، دو دست بال منی. خب بچه میخوایم اینو ببریم اونجا. خب اونجا یه مسیر بازه، شما بشینید اینجا بشین هکه سکول. خب بریم سمت اون ورتر. تو هم بشین دیگه گوربا یا کپی بچه ها حتما تو کامنت ها برام بنویسید. خب بچه ها خب من برم اینجا رو قشنگ اینطوری کنم و برگردم. خب بچه ها اینجا رو اینطوری کردم و شب شد. شما بیاین با من. Cat went up in flames. وای نه، گربه مرد. نه تصیف باشین کجا میری به سرعت برق و باد. کجا میری به سرعت برق و باد. خب ببینیم تا اینجا که خوب پیش رفته. بچه ها اگه گفتید الان باید بریم چی کار کنیم، یا کاری باید بکنیم که خیلی سخته. من مثلا برای من خب تو مخی ترین کار تو دنیاست. مثلا یه خونه هم بهتون دارم نشون میدم. اینجا اینطوریه. بچه دایمندم دارم، حالا زیاد وقت نمی کنم برم بالا چیز کنم، دایمند زیاد پیدا کنم. دیگه گوشت زامبی زیاد داریم، خیلی بده. بچه ها بریم دیگه یه ذره مایند کنیم و این ویدیو رو این دنبال قار بگردیم. من برم دنبال قار. بچه ها میبینید من دنبال قارم رسیدم به کوه‌های اسمش بود اورست. اینم قار
قار نبود که. قاری که اولش زیاد درت داشته باشه قار نیست، یعنی ازش قار در نمیاد. فکر کنم قار خوبی باشه چون چاک خورده. نه بچه اینجا یه آهن دیدیم بکنیمش. دیگه آهن نیست، یعنی آهنی نباشه به قرآن آهن ریدم تو این مجانگ. یه آهن نباشه دیگه بیشتر از این یه بگردیم. بچه واقعا اینجا رو نگاه کنید، واقعا نگاه کنید. آقا اینجا خیلی دور از بیسم، وگرنه میتونستم بیسم رو بیارم اینجا. خیلی خوبه، میتونستم اینجا قشنگ آهن میتونستم اینجا قشنگ بیس بسازم. میتونم با این رابطه به هم روستاها اینطوری میکنن برم وصل کنم، یعنی یا ویلیجا. خب ولی خیلی دوره، حداقل واسه 4 تا بیل هدر بدم، 4 تا حداقل یا بیشتر. نمیدونم والا چرا انقدر مس زیاده. واقعا چرا انقدر مس زیاده آخه به درد آدم. اینا قبل از این وسایل آهنی خب وسایل مسی استفاده میکردم، ولی دیگه وسایل مسی خیلی بیکار برده. او لپیس دیرم شدم که بریم قار پیدا کنیم. دیر شد. چرا دیر شد؟ این قارم خوبه، اگه قبلا توش نیومده باشم که نیومده. داداش شاکرم ولی نزن. چی شکست؟ نکنم آرمورم شکست. داداشای زامبی بیاید دیگه. نمیصرفه. اصلا یه قارم پیدا نکردم من تا الان. همه این قارا به درد نمیخوره آخه، یعنی زامبی خوشگلن از اینجا. تورچ بذاریم. خب اینجاش آخر به بیرون ختم میشه. کنم بعد این ویدیو رو به پایان برسونم. شانس آوردم. بچه تا یه ویدیو دیگه، خدا حافظ.